سفر محمد نظروف از زمانی که خود را می‌شناسد هیچگاه در فصل بهار چنین منظره حزن‌انگیز را در زادگاهش ناحیه وخش ندیده بود. 65 سال حیاتم در تومچی زندگی می‌کردم که خیلی خشکسالی را وحشیم دیدگی نبودیم. هر سال بارش میشید، گنده میشید، جو میشید، زغیر میشید، همه چی میشید، فراوان بود. این سال هم خیلی خشکسالی اومده، یگان مایده مثال بگیریم نیست اینا در زمین، همه قاقشده رفتگیه. با امید پول زیادی خرج کرد که حاصل فراوان گندم و جو میگیرد و خانواده بزرگش را تامین میکند. اما امسال خدا میداند که مرادش حاصل میشود یا نه. ما 500 کیلو گندم کوردیم، بود تراکتوریست پول دادیم، گندم خریدیم، سوارکار خریدیم، ششی گندم دیونیم، سیمی تراکتور کمی 150 سوم پول دادیم یک ترش ده، اینا نشیدی شماش هم خشکسالی اومده قاقشید بر رفتمش. کشاورز نگران از آینده ساکن دهه تومچی است که همه مردمش مثل او احوال خوبی ندارند. حالا میترسند از یگانه منبع آب برای گاو و مالشان هم زمین خشکیده میماند. بارون که هوا که میبرد آب جمع میشید که نبرد آب کجا جمع میشه، جمع نمیشه دیگه. کمش 300 400 تن آب تو میشید، ما مالمون گاومون اسبمون همین ذخیره کرده تا ما این اوله میدادیم. تاج ماه غفاروی 76 ساله هر روز از کلبه فقیرانش بیرون می آید و دعا می کند باران ببارد و دشت سوخته آنها را جان بدهد. با حسرت سالهای پیشینه را به یاد می آورد. روزای خوب بود. امسال خشکسالی اومد، نشید، نه غله، نه دونه، نه آب، نه هیچی، نه اول بین دستور. چیکار کنیم بچه‌م؟ حالا غمی چاروای خانه را می خورد که غذایشان به قریبی تمام می شود. چه می‌نال گوارا را ببینید؟ اینم خیلی اسکلچ دیگه قاقی چوان. ولکن مگتیم تایی که برای کار نیودونم جو می‌فروشیم. چون می‌کنیم بچه‌م که؟ چی می‌تونیم بودن ولی اوخه؟ مردم دهه تومچی یا آبی باران یا آبی خریده می‌خورند. خشکسالی خرج آنها را زیادتر کرده است. امیدوارند مقامات در این سال به قول خودشان قحطی به آنها کمک می‌رسانند. زمینا ما این گندم کردیم نشید بچه‌م. قحطی شده ای به بارانگری ای به مثال بگیریم قاقی اومد امسال آخه بچه خیلی کنیم نمیده یگان یاردم بشه آماده مک زور آماده ایمان یاد مال داشتیم اینو مجبوریم بفروشیم مک این مال هم بفروشیم همین چند قم میخریم یه هفته میخریم. اما معلوم نیست که کشاورزان دهه تومچی کمک خواهند گرفت یا نه. در اینجا تقریبا 80 عائله زندگی میکنند و زیان اقتصادی فقط به اهالی همین دهه خرد از صدها هزار سامانی گذشته است. 280 گکتار زمین کورم است. 1000 سوم گکتارش در صرف شده باشد. همین حساب کنیم قریب 250 300 هزار ضرر دیدگم. آبشی تو احوالی خوجگی ده. هوای خشک در تاجیکستان از تیر ماه سال گذشته ادامه دارد. باران و برف در فصل سرما کم بود. مقامات میگویند به مردم توصیه دادند چگونه تاثیر خشکسالی به زراعت‌ها را کم کنند و باید حالا به آفت‌های دیگر آماده باشند. با سبب خشکسالی آمدن افزایش یافتن کسلی‌های سیرت کننده و ایچ حشرات‌ها در اکثریت درختان مشاهده می‌گردد. برای این خوب می‌شد که از حاضر کارهای پیشگیری حشرات را دور کنی، طریق زهرخیمکت‌ها دور پوشی و حشرات را نیز براه مانند. اما در تومچی که باغ و تاکزار ندارد توصیه مقامات به درد سفر محمد نظروف دوام نمی بخشد. مثل همدهگانش در اندیشه یافتن کاری دیگر است چون به قبل او دیگر از این زمین ها که روباه هم در آن چیزی نمی یابد هیچ حاصله گرفته نمی توانند.